چرا باید روزه بگیریم؟ الله سبحانه و تعالی به یکی از حکمت‌های روزه اشاره کرده در قرآن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از جمله راه‌های رسیدن به تقوا، راه رسیدن به خدا و به رسیدن به درجه کمال تقوا چی است؟ روزه است. الله میگه شما روزه بگیرید تا که به تقوا برسید و زمانی که به تقوا و پرهیزگاری رسیدی محبوب الله قرار میگیری. شما آثار و مفاد تقوا رو در زندگی بروید یک دفعه از دیدگاه قرآن و سنت بخوانید. وقتی متقی شدی بهشت برایت آماده میشه. اعدت للمتقین الله میگه. وقتی متقی شدی کامیاب میشه. ان للمتقین مفازا. وقتی متقی شدی محبوب میشه. یحب المتقین. پروردگار دوست داره متقین. و این تقوا به توسط رمضان، روزه رمضان کسب میشه. یک مکتب تربیتی است در حقیقت ماه مبارک رمضان. یک فرصتی است برای تعلیم به تربیت نفس انسان. دوم حکمتش ایجاد مقاومت در وجود در حیات انسان است و شناخت قدر نعمتهای خداوند است. این قانون است تا شما گرسنه نشوید قدر سیری را نمیدانید، تا تشنه نشوید قدر آب را نمیدانید، تا فقیر نشوی حالت فقیر درک نمیکنی، تاریکی را نبینی روشنایی درک نمیکنی، سردی نباشه قدر گرمی را نمیدانی. چیزی طبیعی است. پس در ماه مبارک رمضان ما در میابیم چقدر سخت است حال و کسایی که فقیرن، گرسنه است و به قدر نعمتهای خدا رو خوب میدانیم، شکرش به جا میاریم. تو با یک لیوان آب حاضر است کل زندگی تو بپردازی در لحظه افطار و خودت به ایمانت یقین پیدا میکنی. همه حکمت است در روزه. یگانه جایی که انسان میتونه ایمانش ببینه روزه است. پدر نیست، مادر نیست، برادر نیست، خواهر نیست، هیچ کسی وجود ندارد. یخچال مکمل پر از میوه است، آب است، نوشیدنی است و تو توشین هستی در اوج تشنگی و گرسنگی، ولکن از خاطر خدا نمیخوری. خودت اقرار میکنی من مؤمن است، یعنی واقعا میگی ایمان دارم. و همون از علما میگن که در چند جا انسان ایمان خود میبینه. یکی در گرفتن روزه. روزه عبادت است که در او هیچ ریایی نیست، خودنمایی نیست، خاص به خاطر خداست. به همون خاطر الله میگه من بنده‌ام به من روزه گرفته، منم پاداشش میدم. از صومونی و انا عیسی. بنده‌ام به خاطر من روزه گرفته، من براش پاداش میدم. هیچ کسی دیگری قدرت نداره. دوم در وقت گناه و معصیت اگر از خاطر خدا گناه را ترک کردی، هیچ علل و علتی دیگری وجود نداشت. بسیاری از ما به اساس مصلحت گناه نمی‌کنیم. شما ببینید یک کسی به خاطر ریش و ظاهر و قیافش گناه نمی‌کنه، یک کسی به خاطر نام و نسبش گناه نمی‌کنه، یک کسی به خاطر ظرفیت گناه در اون نیست که گناه بکنه، یک کسی گناهی برش مساعد نیست که گناه بکنه. اما زمانی که همه اینا ظرفیت هم در تو بود، گناه هم مساعد بود، تو به خاطر خدا گناه نکردی،